فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایلسات قبل از حرفم شهادتین رو بگم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. میخوام کلمه شهادتین بگم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. سلام، خسته نباشید. خدمت شما حقوقیان عزیز. سلامت باشید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وعليك اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. فقط یک قدم تا سحر مانده است، مرا تا دم صبح بیضا ببر. چراغان نمی بینمی شام را، مرا سوی خورشید فردا ببر. مرا سوی خورشید فردا ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. دلم را به همراه باد سحر، به آن گنبد سبز مینا ببر. تمنای دیدار ما را بگو، نسیم سحر این تمنا ببر. نسیم سحر این تمنا ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. مرا با خودت تا ثریا ببر، به یک اوج احساس زیبا ببر. شب است و سیاهی درون دلم، به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. به سوی سحر این دلم را ببر. از اینکه این شبکه‌های شما یک نور عظیمی در داخل این ظلمت آخوندی روشن کردن، بسیار قلبم منور شده. ولی نمیدونم من چطوری به مردم بفهمونم، نمیدونم چطوری به مردم آگاهی بدم، نمیدونم چطوری تو جامعه بازگو کنم.
بله. فقط میخوام به برادرای اهل تشیعم که دیگه من اهل تشیع نیستم انشالله، بله. اهل تشیع هم باشم شیعه پیامبرم هستم، میخوام به همشون بگم که دیگه دست از این تعصب بردارن. اونا همتون میدونین، این خطاب به شیعه ها میگم، همتون میدونین که اینا دارن دروغ میگن. من الحمدلله چند ماهیه که الحمدلله به لطف خداوند و برنامه خوبتون موحد شدم و واقعا الان دارم لذت ایمان واقعی رو درک میکنم. واقعا الان دارم لذت دوری از شرک و خرافات و قبر پرستی و چیزی رو درک میکنم. واقعا الان دارم لذت موحد بودن رو درک میکنم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من بودم از قبل. بله. الحمدلله، شکر خدا هدایتم داد. و دست از تشیع صفوی که جز دروغ، جز شبهه و